برای برنامه نقل و نقد امروز کتابی که در نظر گرفتم کتاب فلسفه رهایی نوشته کریستوف منگ است. یک متن فلسفی در شرح و نقد مفهوم آزادی است. در واقع دومین کتاب عهد عتیق، دومین کتاب از اسفار خمسه داره درباره موضوعی بحث میکنه که توی تمدن اروپایی همچون نمونه قایی، همچون مثالی اعلا از آزادی قلمداد شده. نارسایی‌های کل سرمشق مدرن برای تعریف مفهوم آزادی باید مورد توجه قرار بگیره و معمولا ما موقعی که منابع اروپایی رو میخونیم این پیش‌فرض رو داریم که داریم در مورد یک مرجع قایی معنا صحبت میکنیم. آزادی در حوزه تمدن اروپایی همچون رها شدن، همچون آزاد شدن تفسیر میشه. یعنی شرایط بنیادین تعریف آزادی بردگیه. در ابتدای کار برده هستن آدم و بعدن آزاد میشن. مفهوم آزادی مدرن اتفاقا با اون بنیادهایی که توی ایران شناخته شده بود پیوند برقرار نمیکنه. توی ایران مفهوم آزادی همینطور که از کلمش برمیاد یک امر ذاتیه، مادرزاده. کلمه آزادی یعنی اون شکلی که زاده میشی، اصلا کلمش به این معناست، یعنی مادرزاد. برای برنامه نقل و نقد امروز کتابی که در نظر گرفتم کتاب فلسفه رهایی نوشته کریستوف منگ است. این منگ در واقع یک اندیشمند، شاید بتونیم بگیم مثلا نوهگلیه، علاقه‌مند به هگل و ارجاع به هگل توی کاراش خیلی زیاده. یه فیلسوف معاصر آلمانیه که این کتاب رو سال 2022 میلادی که میشه سال در واقع 1401 ما نوشته و منتشر کرده. کتابش رو فارسی ترجمه شده و نشر نی اون رو منتشر کرده. کتابی است پرملات و نسبتاً مفصل، بیشتر از 700 صفحه فارسی حجمشه و یه نکته جالب درباره‌اش اینه که اول به فارسی ترجمه شده، یعنی اولین ترجمه کتاب از آلمانی به فارسی است قبل از اینکه حتی انگلیسیش هم بیرون بیاد. آقای سید مسعود حسینی ترجمه کرده کتاب رو و چاپ 1403 خورشیدیه. کتاب در واقع همونطور که از اسمش برمیاد یعنی فلسفه رهایی، یک متن فلسفی در شرح و نقد مفهوم آزادی است و از سه بخش و یه مجموعه در واقع یادداشت رو مقدمه مؤخره تشکیل شده. من عنوان بخشاش رو براتون بخونم و دیدگاه خودم رو درباره‌اش بگم. این در واقع شروع بحثش، اسم فصل اول، بخش اولش رو گذاشته استتیک رهایی و در مورد خروج از بندگی، در مورد رهایی یا آزادی به معنای نقض بندگی که ما داری صحبت کرده و نظریات متفاوت رو گفته. در بخش دومش دو تا الگوی مقید شدن به تعبیری یعنی دین و اقتصاد رو اومده بررسی کرده و در بخش سوم کتاب که بخش نهایی هم است یه توضیح تفسیری از رهایی به دست داده. عنوانش از مفهومی از رهایی بنیادی که بر مبنای یه سری عناصر مثل همین ادراک، مثل تجربه، مثل آغاز کردن، تجربه تازه، بر مبنای مفاهیم شبیه به این اومده آزادی رو تعریف کرده. یه نکته‌ای که شاید حالا بیان کردنش هم بد نباشه این که طی ماه گذشته، که 2 ماه گذشته که جنگ ایران و اسرائیل هم در ضمن شروع شده بود، یه چیزی که توجه منو جلب کرد این بود که همه دارن در مورد آزادی شعار میدن. یعنی مثلا چه میدونم حکومت ایران میگه ما میخوایم قدس رو آزاد کنیم، از اون ور مثلا حکومت اسرائیل میگه ما میخوایم مردم ایران رو آزاد کنیم، از یه طرف دیگه مثلا طالبان میگه ما میخوایم زنان رو از قید استثمار غرب آزاد کنیم. همه میخوان آزاد کنن به تعبیری و این که نقد مفهوم مدرن آزادی، این که وقتی ما میگیم آزادی توی ایران معنی که ازش برداشت میکنیم چقدر سازگاره و چقدر مربوط میشه با کلمه آزادی که توی شعارهای متفاوت سیاسی، توی رسانه ها، توی زبان دولت مردان یا حتی شخصیت های نامدار، سلبریتی ها میشنویم.
و در واقع من درگیر نقدی در این مورد بودم، داشتم چیز فکر میکردم در این مورد که این کتاب رو دوست خوبی یکی در واقع از دانشجویانم توی کلاس بیدلخانی برای من آورد و این رو هم خوندم و خیلی کتاب الهام بخش و خوبی بود. پیشنهاد میکنم بخونیدش. حالا در مورد موضع نویسنده و در مورد ترجمه‌اش هم یه اشاره کوچیکی بکنم. ببینیم بچه‌ها، منک یک فیلسوف مشهوری نیست، یعنی خیلی مثلا بگردین توی ویکی‌پدیا و این ور اونور خیلی مثلا جزو فیلسوفان طراز اول نیست. منتها کتاب به نظر من خیلی شیوا و قشنگ نوشته شده و یه موضع شفاف روشنی در مورد مفهوم آزادی رو به دست میده که خیلی هم روز آمده. این یکی از ویژگی‌های خوب کتاب در واقع خواندنی است. کتابی است که اگر می‌خواید تأمل کنین در مورد مفهوم آزادی واقعا ارزش وقت گذاشتن روش رو داره. در مورد ترجمهش، حالا من رسمم اینه که هر کی ترجمه میکنه یا هر کی اصلا هر کار فرهنگی میکنه میگم دستش درد نکنه و در مورد این کتابم باید همینو گفت. یعنی بالاخره یک وقت گذاشته کتاب ترجمه کرده. نشر نی هم آقای همایی بالاخره انتشارات معتبر و خوبیه. منتها حالا کتاب میتونست بهتر ترجمه بشه، اینطوری بگم. یه سری برابر نهادها، یه سری کلیدواژه ها، مثلا ما چه میدونم موقعی که توی فرهنگمون مفهوم شگفتی رو داریم که مفهوم قدیمی است، مفهوم حیرت رو داریم توی منابع عرفانیمون که خیلی مهمه. مثلا کلمه مجذوبیت مثلا کلمه خیلی دقیقی نیست و کلیدواژه‌های دیگه شبیه به این رو هم برگرداندنش، حالا شاید اصراری بوده مثلا از آلمانی داره برمیگرده مثلا جور خاصی باشه، شاید به این دلیل بوده، حالا وارد ریزه‌کاریش نشیم. منتها ممکنه ترجمهش خود ناهموار به نظر بیاد و به گمان من بهترم میتونست ترجمه بشه. منتها همین که این کار انجام شده خیلی ارزشمنده و کتاب در شکل کنونیش هم یک کتاب شیوای خواندنی است. بنابراین پیشنهاد میکنم حتما اگر علاقه‌مند به این حوزه هستین بخونیدش. کتاب منک یه نمونه ای از تلاش‌های فیلسوفان معاصره که حالا نمونه‌های فراوان دیگری رو ازش میشناسیم که اینا در صدد تعریف کردن مفهوم آزادی در یک میدان مدرنن، یعنی توی یک فضای فلسفی که حالا بعضیشون به کانت ارجاع میدن، یعنی مفهوم سوژه براشون خیلی مهمه، بعضیا به هگل ارجاع میدن و مفاهیمی یه مقدار انتزاعی تر، یه مقدار کلانتر رو محور میگیرن. اینا میخوان مفهوم آزادی رو در حال و هوای امروزین تعریف کنن و نکته مهمی که وجود داره اینه که نارسایی های این دیدگاه، نارسایی های کل سرمشق مدرن برای تعریف مفهوم آزادی باید مورد توجه قرار بگیره و معمولا ما موقعی که منابع اروپایی رو میخونیم این پیش‌فرض رو داریم که داریم در مورد یک مرجع غایی معنا صحبت میکنیم. ما داریم با یک منابع دست اولی از اندیشه ناب سر کار پیدا میکنیم و بنابراین خیلی احترام و خیلی اعجاب برای ما برمیانگیزه. معمولا ما موقعی که با متونی مثلا هگل، مثل کانت، موقعی که روبرو میشیم و سرشاخ میشیم با متون فلسفی، گمان میکنیم چیزی داره میگه که خیلی عمیق‌تر از اون چیزیه که ما متوجه میشیم یا انتظار داریم یا توی فرهنگ خودمون مشابهش رو دیدیم. منتها خیالتون راحت کنم غلطه، این تصور نادرسته. هر تمدنی میتونه برای خودش یک نظام فلسفی تولید کنه و به طور مشخص در مقابل تمدن اروپایی که مدرنیته رو به عنوان جدیدترین دستاوردش داریم میبینیم، تمدن ایرانی هم برای خودش یک تاریخ فلسفی مستقل جداگانه‌ای داره که در مرکز این تاریخ اندیشه مفهوم آزادی رو داریم. مفهوم آزادی هم در دلالت سیاسیش که توی سیاستنامه ها، توی متون مربوط به منابع رسمی، توی عهدنامه ها، توی کتاب های تاریخ قدیم، توی اینا دیده میشه، هم در دلالت فلسفی خودش که نزد بعضی از عرفا و بعضی از حکیمان دیده میشه و از اون مهمتر
دلالت روانشناختی مفهوم آزادی، منسوب کردن مفهوم آزادی به من خودمختاری که میل و خواست خودبنیادی داره و این توی ایران فقط صورت بندی شده و اتفاقا این بخش آخرش که سیر و سلوک عارفانه رو از طرفی میسازه و از طرف دیگه مبنای اندیشه حکمی و فلسفی ایرانی رو تشکیل میده، این توی ایران خیلی فربهه، این خیلی تاریخ دیرینه‌ای داره و مجموعه بسیار چشمگیر و درخشانی از کلیدواژه‌ها، مفاهیم و الگوهای متفاوت صورتبندی این مسئله توی ایران تحول پیدا کرده. بنابراین ما موقعی که داریم در مورد مفهوم فلسفی اصولاً مثل هستی، مثل تفاوت هستی و وجود، حرفی که هایدگر داره میزنه، مثل تمایز میان هستی و هستندگان، مثلا این مفاهیم جدیدی که رایجه داریم فکر میکنیم، اینو به توجه کنیم که یک سرمشق کاملا متفاوتی توی حوزه تمدن ایرانی داریم و این سرمشق متمایز خودش نظریه های فراوانی در درونش جا گرفته و این نظریه ها به لحاظ پیچیدگی، دقت و خیلی وقتا اعتبار و روایی نه تنها همسنگ چیزی هن که در تمدن اروپایی شکل گرفته، بلکه خیلی از جاها محدودیت‌های اون رو هم مشخص میکنن. یکی از کلیدواژه‌های مهمی که به نظرم این محدودیت رو خیلی خوب نشون میده مفهوم آزادی. حالا در مورد این مفهوم آزادی به خاطر اینکه بعدش جنگ شد و خب توی جنگ همه داشتن در مورد آزادی شعار میدادن، نمونه‌های اینا برای اینکه ما دقیق‌تر فکر کنیم به اینکه رسانه‌ها چه معنایی رو در دلالت آزادی دارن به ما منتقل میکنن. من حالا وارد ریزه‌کاری ها نمیخوام بشم، منتها بحث ما چون نقل و نقده، چارچوب کلی حرف منکر رو یه اشاره بهش بکنم و یه نقدی هم بهش بگم و ببندم این برنامه رو. این معرفی کتاب در واقع بیشتر بهانه بود برای اینکه اهمیت مفهوم آزادی و ضرورت توجه کردن به سرمشق ایرانی درباره این مفهوم رو بهش اشاره کنم و امیدوارم که این حالا توی بحثایی که خودتون تأملاتی که خواهید کرد کارآمد باشه براتون. من که توی این کتاب سرمشق‌های اصلی تعریف مفهوم آزادی در دوران مدرن اومده بررسی کرده که حالا توی کتابش می‌داره اینا بر خورده توی هم دیگه، منتها من اگه بخوام تفکیکش کنم، بحث مقدار انتقادی از بیرون بکنم، میگه که خود من که در واقع اشاراتی که داره و فیلسوفانی که به خدمت میگیره، خب اینا خیلی هاشون آدمای مشهور مهمی مثل هگل و کانت و فوکو اینا هستن، بعضی هاشون مثل پترسون و اینا شخصیت‌های یه درجه گمنام‌تر و البته معاصر تری هستن. کلن داستان اینه که مفهوم رهایی، مفهوم آزادی در حوزه تمدن اروپایی با دو تا سرمشق عمومی تعریف میشه. حالا جدای این کتاب، تو این کتاب هم رد پاشو مشخص میبینیم و منکه هم توی همین بافت اومده حرف زده. یکیش عبرانیه، یکیش حرکتی است که تفسیر کتاب مقدس و تفسیر عهد عتیق پشتوانشه و به طور مشخص سفر خروج، یعنی در واقع دومین کتاب عهد عتیق، دومین کتاب از اسفار خمسه، داره درباره موضوعی بحث میکنه که توی تمدن اروپایی همچون نمونه قایی، همچون مثالی اعلا از آزادی قلمداد شده و در کنارش منابع یونانی رو هم داریم که یه تعریف حقوقی، یه تعریفی درباره شأن اجتماعی از مفهوم آزادی به دست میدن و ترکیب این دوتاست که این دوتا منابع متفاوتیه و تفاسیر ویژه‌ای ازش شده در دوران مدرن، یعنی از قرن 18 به بعد که مفهوم آزادی مهم میشه توی تمدن اروپایی، از آخر قرن 18 از اونجا به بعد شما میبینید که جور دیگری سفر خروج و جور دیگری منابع یونانی خوانده میشه. شکلی که در قرن 19 در دوران استعمار مفهوم آزادی پیکربندی میشه متفاوته با آن چیزی که مثلا در قرن 16 یا قرن 15 دارین، یعنی در دوران نوزایی و عصر خرد دارین، و بعد با چیزی که در دوران گذشتهش، یعنی طی 1000 سال
قرون وسطا میبینید. یعنی دوره های متفاوتی از توجه به متون مرجع متفاوتی رو داریم که جاهای متفاوتی از این متون مقدس قدیمی خودشون رو به استخدام میگیرن و معانی خاصی رو بهش منسوب میکنن. اگر در دوران قرون وسطا بخش عمده آن چیزی که مهم بود از عهد عتیق سفر پیدایش بود و عهد جدید بود، در دوران مدرن از دوران پایان عصر روشنگری به بعد آن چیزی که میبینیم توجه به مثلا سفر خروجه، توجه به روایت هایی در کتاب مقدس مثل کتاب پادشاهانه که قبلا خیلی مورد توجه به این شدت نبوده و عهد جدید دیگه به اون درجه‌ای که در قرون وسطا میبینیم مورد تاکید نیست، بلکه تفسیر عهد عتیق یه دفعه مهمتر میشه و توی این مجموعه، توی این منظومه ای از متون که مورد استفاده قرار میگیره، نکته اصلی اینه که مفهوم آزادی همچون یک امر نهادین، همچون یک امر از بالا به پایین فرض میشه. آزادی در حوزه تمدن اروپایی همچون رها شدن، همچون آزاد شدن تفسیر میشه. یعنی شرایط بنیادین تعریف آزادی بردگیه. در ابتدای کار برده هستن آدم و بعدن آزاد میشن و نه تنها بعدن آزاد میشن بلکه همونطوری که تو سفر خروج میبینیم یکی میاد آزادشون میکنه. یهوه میاد بنی اسرائیل رو، و باز افراد نه، تک یهودیان نه، بلکه بنی اسرائیل، قوم، نهاد، ساختار آزاد میشه به کمک یک نیروی جبار بیرونی، به کمک یهوه که اونها رو از اجبار فرعون رها میکنه ولی اجبار جدیدی بهشون تحمیل میکنه و به این ترتیب ما مفهوم رهایی رو همچون انتقالی از یک سلطه‌ای به سلطه دیگری تجربه میکنیم و این نقد بنیادی من به مفهوم آزادی مدرنه، چون مفهوم آزادی مدرن اتفاقاً با اون بنیادهایی که توی ایران شناخته شده بود پیوند برقرار نمیکنه. توی ایران مفهوم آزادی همینطور که از کلمش برمیاد یک امر ذاتیه، مادرزاده. کلمه آزادی یعنی اون شکلی که زاده میشی، اصلا کلمش به این معناست، یعنی مادرزاد. و شما موقعی که آزادی رو همچون یک مفهوم مادرزاد بهش نگاه کنید کل تصویرتون تغییر میکنه. شما دیگه آزاد قرار نیست بشید، شما آزاد هستید. اگر شما آزاد نیستید باید متوجه باشید که آزادید، در واقع سرشتتون آزادی است و باید به سرشتتون برگردین، نه اینکه سرشتتون عبودیت و بندگی باشه و بعد طی فرایندی به طور استثنایی بعضیا بخوان اون وسط آزاد چون تازه اونم از بیرون با یک نیروی آزادی بخش بیرونی. و این خیلی مهمه چون در دوران جدید شعارهای سیاسی مبتنی بر آزاد کردنه. یعنی شما میبینید مثلا چه میدونم آمریکا حمله میکنه به عراق، میخواد آزاد کنه مردم عراقو. خب البته میشه گفت که به تعبیری هم آزاد میکنه، صدامو برمیداره، منتها یه مقدار دشواره شما مردم عراق در حال حاضر رو فکر کنید اینا خیلی آزادن، یعنی آزاد شدن. یا چه میدونم مشابه این ماجرا رو شما شکلای خنده‌دارش رو مثل حمله اسرائیل به غزه میبینید. اسرائیل به غزه حمله کرد گروگانا رو آزاد کنه دیگه، منتها خب یه مقدار ابلهانه است و بیشتر از یه مقدار به شدت ابلهانه است. شما فکر کنید که یکی یه ارتشی حمله کنه به شهری 60,000 نفر غیر نظامی رو بکشه چون میخواد 40-50 نفر رو آزاد کنه و این مفهوم آزادی اینجا یه مقداری معلومه یک دلالت خاص ویژه سیاسی پیدا کرده که با اون معنی آزادی، معنی والای آزادی که ما میفهمیم متفاوته. کتابایی مثل کتاب فلسفه رهایی ارزششون در اینه که یک بسته جمع و جوری به دست میدن برای اینکه ما نگاه کنیم ببینیم چگونه میاندیشن اندیشمندان معاصر اروپایی یا حالا اندیشمندان معاصر دیگری ممکنه غیر اروپایی هم باشن در مورد مضمون‌های مهمی که تو تمدن خود ما خیلی مهم و کلیدی بوده و محدودیت هاشو میشه دید. میشه متوجه شد اگر نقادانه بهش نگاه کنیم میشه متوجه شد که کجاها چه پیش‌فرضایی توی حرفای اینا وجود داره، منابعی که اینا به کار میگیرن کجا غلط خوانده میشه، کجا سفر اسما که توی ایران تو حوزه تمدن ایرانی اسم دومین کتاب اسفار خمسه است طی چه فرایندی تبدیل به اگزودوس، تبدیل به سفر خروج میشه، اصلا معنیش تغییر میکنه. چون سفر خروج
اصلا درباره آزادی نیست، اصلا درباره عهد با خداوند، اصلا موضوعش یه چیز دیگه است. منتها توی اروپا به این معنی تعبیر میشه و خب این تعبیر خاص از آزادی پیامدهای سیاسی داره و دلالتهای جامعه شناختی خیلی برجسته، خیلی وقتا وخیم ممکنه پیدا کنه. بار دیگه دعوت میکنم ازتون که کتاب‌هایی رو بخونید درباره فلسفه که به معانی فلسفی کلیدی میپردازن که ما خودمون تو ایران هم داریمش. مفاهیمی مثل دادگری، مفاهیمی مثل آزادی، مفاهیمی مثل مهر، مفاهیمی مثل عقلانیت، خرد، اینا کلیدواژه‌های خیلی مهمیه. ما یه تاریخ حدود 3000 ساله، بیش از 3000 ساله اندیشیدن و نوشتن در مورد این مفاهیم رو داریم و از این نظر بی‌نظیریم. یعنی در اروپا این سابقه اندیشیدن، سابقه نوشتن در این حوزه ها در بهترین حالتش حدود 2000 ساله، 2000 چند صد ساله و در واقع آن چیزی که شما در سرمشق مدرن میبینید 300 سالشه، یعنی عمر خیلی کوتاهی داره و البته بسیار خواندنی، بسیار جذاب، پیچیده، روزآمد، آموزنده، اینا همه هست. منتها محدودیت‌های تمدنی خاص خودش رو هم داره و ما فقط موقع این محدودیت رو میبینیم که متن اصلی رو دقیق و خوب بخونیم و متن خودمون رو هم خوب به یاد بیاریم و بتونیم توسعهش بدیم.